امروز میخوام یه ذره شرف خودم رو ببرم بچه‌ها. اومدیم با اولین گیم پلی سولو اسکوادی که وین کردم با آیپد. برمیگرده حدوداً واسه 1.5 سال پیش حدوداً، اما 28 تا کیل. یه ذره نوب بودم، اسم ویدیوام دوران نوبیته. اگه دیدی اینقدر بد بازی میکنم بهم نخند، فقط واسه این گذاشتم که چون یه سری بچه‌ها گفتن که آقا چجوری با آیپد راه افتادی، آیپد چطوره. منی که فول ژیروسکوپ بودم دیگه، همتون میدونید من با گوشی فول ژیروسکوپ بودم، یعنی سخت ترین حالت ممکنه که تو از روی گوشی بخوای بیای روی آیپد دیگه فول ژیروسکوپ باشی. اما بازی کردم، انقدر سولو اسکواد زدم تا دیگه تونستم با آیپدم راه بیفتم. واسه حدوداً 1 سال و خورده پیش سولو اسکواد بلک اوت، بازی که همیشه بات داره، از الان توجیه کنم، ولی خب کیلای خیلی قشنگی هم زدم خدایی. اولین کیل همون چرا؟ یه نمی پایینه ما رو ندید. میبینی اون ریزم و دارم یه حالت نوبیت ریزی هست این وسط. تیر نمیزنه، دستم رو تیر نمیره، ولی 28 تا سولو اسکواد. همین که جرأتشو داشته باشی بخوای سولو اسکواد بری تمرین کنی خودش خیلی یه اسلاید ریز پشت اینو کجا ببینید بچه بدون ترس، بدون اینکه داره میاد یا بغل عمو غلط کردم نگه اولین اسکواد باید بات هم جز بازیه، بله جز کلا حساب میشه. سولو اسکواد دیگه بالاخره 2 تا دونه بات هم باید بزنیم. بله نه ولی پلیر هم زیاد بود، بات هم هست. دادن هفته یه دونه اسکواد یه ماشین پر اسکواد، یه ماشین اون هم سیرا رو بزنیم کجا میری عزیزم؟ GT 69 اون از اون چاپه رو برمیداره. یه اسکواد اینجاست، این بده که باگ میخوره. کجا فرار میکنه؟ دیگه زیاد نیست دیگه. فعلا 10 تا دونه کیل خوبه به نظر خودم که اون زمان حالا من واسه اولش خیلی خوبه. اولتر رو نمیزد رفته بودم. ای عبدالله خب یه فایت بده. آخه این چه کاریه؟ یه 2 تا دونه هم اینجا بات بزنیم که بات های زیبا. اینجا رفتم گانامو کشیدم، مال خواهد دارم که سرتون سر، ولی خب باید ببینید که چجوری شد 28 تا. یهو کات نزدم بات ها رو زده باشم بپرم. این کلیک 6 هم بدسم هم بچه دقت کردید اصلا چه گانایی برداشتم؟ SMG و رایفل، گانایی که واسه اوایل شروع هر مثلا تمرین نیازه. مثلا یهو نرفتم شاتگان بردارم وقتی هیچی بلد نیستم، در این حد که اوایلش. اینجا رو دقت کنید، ماشین حواسم بود، پشتم یه دونه بات بود، الکی تیرو نگرفتم رو بات که اینا هم بیان داشتم بدن دیگه. بدبخت 17 تا دونه کیل اینجا، ولی نمیدادی. ببینید بازم با اینکه عجله نکردم ولی با تر آخرش هم زدم. انمی
خب زون هم که داره میاد بهترین کار رو یه بک ریز میدیم ببینیم دنیا دسته که نزنیم بای بای. ولی بعد کسافت های گرانه نگاه کن همینجوری دارن دمیج میکنم دنبالم دارم خط زون رو دارم دیگه خط زون رو دارم. بله میس رو میبینیم من که میس نمیدم اصلا میس چیه ولی خب میزنم یه بکری سریع ولی حواسم هستش که اونم نگیره در حدی که یه کاور داشته باشم. ببینید بچه ها این دیگه به پرو پلیر بودن اینا دیگه نداره این واسه اینه که دیگه خودت مغزت چقدر کار کنه که دیگه مغز بازی چجوری بیاد. رفتم بالا سرشون یکی دیگه ناک یه بک یه کاور بعد سکر میتونم تونستم بزنم فعلا 20 یه بار برو زمانه این که اسکواد پلی نمیده و ما میریم و با این وضعیت از نوب بودن الان دیگه انقدر بچه ها ترای هارد شدن خدا رو شکر مغز ما رو میخورن داخل گیم. من نمیدونم چرا میچسبن بازی میکنن واقعا. حواست ولی تو چرا حواست نیست محمد جان؟ تو چرا حواست نیست؟ 24 تا دونه کی؟ اسکواد بود کاور نداریم. بای نزن لعنتی من که به حساب شما میرسم دشواری ندارم. و منمو یک اسکواد یه نفر تو منبره پولتر این اسکواد کنه با ببینیم تموم نزدیک بود همه زحمت هم به باد بده بی تربیت. یه اسلاید بکش یه چند تا میز اصلا فکر نکنید استرس نداشتم بده خراب بشه و نفر آخری که این گیم پلی رو بسه مدرد آره دیگه خلاصه بچه ها اینو زیاد خورده نگیرید و نفر آخر رو تمام. زمانی بود که فقط خواستم ببینید چجوری رو افتادم. منم نوب بودم منم فلج بودم داخل ایم گرفتم ولی در اومد بالاخره با تمرین زیاد کار در اومد و تونستم جمعش کنم. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک و ساب یاد نره زیادم بهم نخند واسه 1 سال خورده پیش اولین سولو اسکواد با آیپد بود. تا گیم پلی بعدی فعلا.